پیار غلام پیار غلام بیایم اینجی. اشته خوناکیه. چی داری؟ بیایم. بیایم کار دارم. کجا بودین؟ چی کار میکنه؟ هیچی نمیشه. سکل کجای قند آقای خود بیاین داده به بغل آقا خود بیاین داده بیاین اولا بلیستم بچی خود ببینی که مادر خود نمای پیار خود خیلی و همه شما را مسته باشه تیار. قد بالای بنتا جیگر آقایشه قد بالا چی می؟ گفتم سکل پس مرگ تو سیکو تو پیچاق خورده من میگم چرا خیلی شده هوایی سعی میکنه توی پیچاق خورده چی ماستم بگو؟ میگم بیاین یک کار کنیم خود شما. چیکار کنیم خود من به کابل کنه رفته بودم سراغ خاله خوب رفته بودم اونجی یعنی چیزه همین بران کجیر نه او هم خود همین بچه خاله من میرفتم اینا و سر قبرستونیا میرفتم قرار همین زمین قبرستونیا میرفتم بخون میفروختم روز 2000 روز 3000 می آوردم اینا از این قبران میرفتم میفروختم همین زمینایی که قبرستون اینا تیار نمیکنن اینا میرفتم میفروختم زمینه که میرن که قبر بکنن آها جا قبر میفروختن جا قبر میفروختم خب ما چه کار کنم روز 2000 3000 انا شما بریم همین کنیم خدا روز 2000 3000 پیدا میکردن می آوردن هر قبر 1000 1500 2000 میفروختن یک پول میشه بابا کی حال بیش یک پول آخینا همین کجیرم هست کجی برار منی او هم چند دفعه خودی بچه خاله من برفته بوده کنه او هم بلده یعنی مرتکه میگه که قبری بکنه بخو انا شما بگیم این زمین از مانه ما ایل میفروشیم انا شما ما هم جوا قبر بکنیم ما ایل میفروشم انا میگذار خط کشی کرده انا میبینیم که انا می قبر شما میزم هر اندازه که قبر ما خود ما کلون ما به می اندازه ما به می اندازه میفروشیم انا شما بریم انا تکنیم کوزنگ به کجیر بزن کوزنگ بزن کجیر زنگ زنم اگه کجیر بره خود ما میریم راست میگی یار زنشته فکریه من رفته بودم با اون جگاه میریم سر زیارتا و هر جا میگن که عرض هم مرتکام چی کرد کسی میپاره بده بره تو داخل از این خوب فکریه نیه از این که آدم بیکار بیمدار شیشته باشه بگیره خود شما من نمیفهم قبضی خود شما قبضی چی فرق میکنه حالا بگیم کجیر بیا اینجی کجیر بگیم بیای بخونیم ما باش الو کجیر داده تو نیم منو گلا کمیشته نیزانجوره کجیر خوار تو میگم به کابل بخونه خالی ازی که رفته بودیم انا امو زمینایی که به قبر میفروختم اشته بوده خب نه که بچه جو میفته خب خوار تو حالا به ما میگن که کجیر امر داریم بریم همین محلا سر زیارتا بریم قبرار خط کنیم من ایتا جا قبرار خط کنیم بفروشیم دونی 1000 2000 بفروشیم میشه اگه تو بری ها خب پس تو یک کار که کل خراب یک کتابچه و قلم یا وردار بفهمیدی که عقد قانونی نمیشته کنی آنی من می خیلی خوب فکری میگم نه با بیلا تو 420 بیدی این کار از کجا گرفتی خب میگم خوار تو بگم میگم کابل خوبه شاه غلام هم تو سلام میگه سلام بگو خود ماما خود گفت بگو اشتنی بگو بگی گوشی خود بگی که ما برم سگو قد شو قد نشو قد شو بگو هنی میای بشی هنی میای خوب بشی میرم بالکن بشی اگه شد با تو زنگ میزنم خوبه باش هم دستلاف کردیم با تو زنگ مگرم اونجی که میفروشی مگرم نستیم دیگه اونجی دیگه هر کجیر با میفهمه دیگه میته کنیم خوبه کجیر خوب راهنمای خوبیه انشالله به خیر خوشی دیگه کارم بشه نه چه جوجی دارم
کجی بله انال مرتکا که مثلا می اومد که به کابل که برفته بدیم تو انا اونجا که تو بچه خالت مثلا اونجا برفتیم مرتکه می اومد اندازه قبری به چند میدادن؟ ایدم کم میدادیم خوب همین کم میدادیم گیلا کم میدادیم 2,500 روپیه راجع میستوندیم یک زمین خشک خیلی قطع 2 متر باری 1 متر 1.5 متر باری بود 2 متر هم قطع قرار کده میدادیم کم میدادیم 2,500 روپیه 2,000 روپیه خوبه من حالا اینجا بفهمیدی ارزونتر میگین که مشتریشم بفهمیدی اینجا ارزونتر بخرم از ما مشتریشم میگم برادر اندازه قبر می خوردم باشه کلونم باشه 1,500 مرتکه چند میزنه به 1,000 به خود که میدیم مشتری میشه برادرای قبر اینجا این قبرای اینجا فروشی هر که مرده بیای قبرار خط کنیم ما خط میکنیم اینا رو میفروشیم غیق نکشیم بیتره نیه میای خود اینا پیدا میشن میایم اینجا خوب جایه نیه؟ خوب پس تو برو چیز قیوس‌الدین جا خونه همسایه که بیای اینجا خبر بکن باشه خوبه؟ بله لالا سلام خوب هستم خیری انا ما بیبی مفت کده خدا هم بیامرزه ما اینجا قبره بره قبر بکنیم بله برارم اینجا که شما قبر میکنیم اینجا مگرم پول بدیم چرا پول بدیم زیارته خب زیارت باشه دیگه زیارت باشه خب اینجا حالا این اجاره کردیم ما این منطقه انمی مسیح درسته کجی؟ انمی مسیح همین قسمت ما این انمی تفریح قبر ما بیبی شما نه؟ بله خب بیبی شما نه خداوند بیامرزه انمی اینجا برارم 1500 مگرم بدیم 1500 1,500 ایتالگ اینجا فروشی نبود حالا به فروختن شرکت میفروشن زیارت ها را خب برارم حال همیت شده دیگه حال کجا هستی؟ من اسمم گیلکه اسم از یک کجی رو ما اقل بالاییم اقل بالا همال برارم شما اگه بریم اینجا بگیم ما نون میخوریم مگرم از جمعه نون خوردن خوب پول بدین درسته کجی؟ شما از این به بعد از این راه تیر شی مگرم پول بدین ما زیارت برو جو اجاره کردیم این ما سال 1,00,000 روپیه اجاره کردیم که هر کس خدای پاک بیامرزه اونا رو هر کس میموره از همین جا خوب پول بده شما تا حال از شما کسی نه این روز اوله که بیبی شما میموره بله خب صحیحه دیگه خب باش ما برم از سرا شما پول بیارم بریم خب بریم بیام اینجا بسته خب بریم پولا نمی برار بیاری میاره بچله تا گلا لغت نکن ماما جو بیبی خود خیلی مستی بله خدا بیامرزه بیبی شما ایلالا برار تو نه بله جلوه قبل که فروشی نبود حالا میفروشن ای لالا همیر بخریدی یا خیرات دادم بخریدی آفرین رختا بر تو چی بخریدی خیر بینی میری به سلمنی تا پول ندی سر تو تیار میکنه نه همین تا به تو بگون خوب به پیار خوب بگی بابا مونده نباشیم مثلا بابا مونده نباشیم همون بابا مگر پول بدی که بگه و علیکم زنده باشیم جلوه چون زمین ها رو میفروختم حال فرق میکنه برا شرایط خراب شده شماره ارباب سایت پیدا شه بله صاحب خوب هستیم خیری سلام خوبم بخیر سلامتین شکر زنده باشین بفرمایید رمضانی ببخشید نه من به چه ارباب صاحب
بیرو پیار من دست نماز میگیرم. ما به چین آیم عباس. عباسی می 2 نفر پیدا شدن اینجا بیامده سر زیارت اینجا قبر کنار میگه پول میستونی ما قبر بکنیم میگه ما پول مایم. آنه که به اسم گیلک یا که به اسم کجیر. خب خب بسر زیار امی گیلک و کجیر بسر زیارت قبرار میفروشن ها. خب اینا کجا هستن؟ از اون مله. خب امی اسماین رو بپرسن سه کنی اسماین چیه؟ گیلک و کجیر. خب باش پیانو بیام برای اینا میگم. باش خب خداحافظ. اشته شرایطی شده مردم چی سرای میزنن بابا. بابا شما بشین یک دقیقه. بابا شما دست نماز میگرفتین. خب امیر رمضان به چه غلام دوتری زنگ زده بود. خب من گفتم من عباسم ارباب سید نماز میخوام چه دست نماز میگیرم. گفت 2 نفرن از اون مله بیامدن. خب به سر می زیارت. خب امی زمینه که قبر میکنن اینا رو امی قبر میفروشن. قبرار میفروشن. به اسم یکی گیلک یکی هم کجیر. و من گفت ما معطلم پیار تو بیام بگم ما یک زنگ بزن. تا ما زنگ بزنه. حالا بگی خودت گپ دمی. میدم. بله رمضان. خب اینا کجا هستن؟ از اون محله. بنام کینه اینا؟ گیلک و کجیر. اینا قبرستانیان میفروشه. همینجا زمینه دیگه جا قبره. من نمیام. اونو فقط همینجا نگاه دارم من میایم. خداحافظ. وقت که برم بس. بله. ما به شما 1500 ارزون گفتیم نه کجی؟ کمتر نمیکنیم چی؟ کمتر نمیکنیم چی؟ نه دیگه. یک گروپیه برارم را نداره. من حال میارم من حال خود میارم پوله. سلام علیکم. سلام علیکم. اینا هم پیار شما. سلام شما جان. خیرات جان دل خوب خیرات. خوبه خیره. ماما جان بله. همینجا با بچه شما بگفتم با بچه شما. انا بینا خلوا کنی که بشنیم. همین انا برارم شما مادر شما فت شده. خدا من بیامرزه. خدا بیامرزه. این ما نمی قسمت مو یک قبر برای شما نگفتم 1500 لالا برفتن که پیلار بیارم. باز بیام گفتم که پیار من میایم. گفتم این 1500 بدیم. ما بفهمین که تو چی میگی. تو از کجا هستی؟ ما برارم ما اسم ما گیلک اسم از این کجیر ما قلعه بالایم. از اون قلعه بالا. از اون قلعه بالا بیامد که اینجا قبرستانی بفروشی ها؟ نه اجاره کردیم ما. اجاره کردیم؟ بله ها. از کی اجاره کردی؟ از مواد مخدر. مواد مخدر. بله ها. انا با تو پول هم میدم. خیر بینیم خونه شما با. چیکار میکنی؟ بگی چیکار میکنی ماما؟ چیکار پیارم؟ بگی کناره بگی. میفهمی؟ بگی زیارت بود. ماما جان این که پر نداریم شما انا واخی. بابا اینا بابا چیز بسته کشون ماما جان پیارم ما بد کردیم ماما. ماما چاکاره. بابا اینم بسته کنم. اونا بسته کن.
ماما جان ما نفهمیدیم به خدا ما گوشنگی آمدیم اینجا. آره بابا اینو مستکدو. بیا خب کجا بری؟ بیاریم 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 بریم ماما جان ما بد کردیم ما گوشنگیم خاطری ماما بله شما دیگه خلاصی ماما جان قبر بکنن آنو من اینا رو میبرم که اینا پرسان کنم اینا رو یالا میدونم سینی که خود اینا کیف کنم ماما جان برارم من اشتباه کردم برار خط نه 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 یا بریم آره ماما نه 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 کوکو بریم بله خیلی شما ماما جو ما گوشتگی آمده بابا. یلا کنیم ما.